سلام، برنامه اخباری آزادی است. من مومین احمدی شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنم. امروز 6 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. در ترکیش ماشین حامل گاز مائع در ناحیه ورزاب 2 نفر کشته و 1 نفر مجروح شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع نیروگاه هسته‌ای زاپاروژی را که در میان آتش روسیه و اوکراین مانده است ارزیابی می‌کند. اگر این نیروگاه بی‌تر حرکت میلیون‌ها آدم در دنیا زهرآلود می‌شوند. زنان گرجی تلاش دارند صنعت چای معروف در این کشور را دوباره احیا کنند. در یک وقت از 3 برگ بیشتر کندن اجازه نیست. برگ کلان چای خوب نمی‌دهد. و شروع میکنیم از یک حادثه ناخوش در حدود ناحیه ورزاب. بر اثر ترکش ماشین گازکشان دولن در راه دوشنبه چناق 2 کس جان باخته 1 کس مجروح شده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند حادثه روز 6 سپتامبر در حدود ناحیه ورزاب روی داد. به اطلاع منبع به سبب از کار برآمدن ترمز ماشین به ترازوی هوشیاری برخورد و به دریای ورزاب افتاد و ترکید. سالهای اخیر در تاجیکستان در چند مورد ساختار و ترکش ماشین و نقطه‌های فروش سوزشواری ثبت شده است. ماه ایول سال گذشته در راه دوشنبه خوجند نقطه فروش سوزشواری همراه یک ماشین بارکش به کامی آتش رفته بود. وضع ناگوار نیروگاه اتمی که در میان آتش جنگ روسیه با اوکراین مانده است باعث نگرانی کشورهای جهان شده است. در صورت ترکیدن این نیروگاه میلیون‌ها نفر در دنیا زهرآلود خواهند شد. شورای امنیت سازمان ملل وضع را بسیار خطرناک می‌داند و امروز در جلسه ویژه این موضوع را بررسی می‌کند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرثی عطا. در پی آتشباران گرد و اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه واقع در جنوب شرق اوکراین، آخرین و ششمین راکتور هسته‌ای این پایگاه از تأمین نیروی برق محروم شد و از کار ماند. پیش بینی می شود که روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گزارش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بعد دیدن ناظرانش از این نیروگاه ارزیابی شود. روز 5 سپتامبر شرکت انرهادر که نظارت نیروگاه هسته‌ای را بر دوش دارد ابراز داشت که آتش توپخانه سبب قطع فعالیت راکتور آخرین است و با آرام شدن وضع نیروگاه دوباره فعال می شود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه در عرصه نشر گزارش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای گرد و اطراف نیروگاه زاپاروژه را آتش باران کرد که شهادت بی‌اعتنایی مسکو به نگرانی‌های جامعه جهانی است. روسیه برعکس اوکراین را مسئول تیرباران مناطق گرد و اطراف نیروگاه مینامد. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بورل روسیه را با رفتار بی‌ملاحظه در رابطه با نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه متهم کرد. او هشدار داد که ادامه چنین رفتار میتواند سببگار فاجعه به مانند چرنوبیل شود. هفته گذشته رئیس اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای رافائل گروسی در رأس یک هیئت این بنگاه هسته‌ای سازمان ملل به زاپاروژه سفر کرده و از این نیروگاه هسته‌ای را با چشم خود دید. او روز سه‌شنبه در این باره به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌دهد. طبق اخبار آخرین فعلا نیروهای اوکراین حمله‌های جوابیشان را در سمت جنوب پیاده نمودند و نیروهای تجاوزگر روسیه در سمت‌های جنوب و شرق تمرکز کردند. مأموریت از طرف روسیه تعیین شده ولایت خرسون نظرپرسی را برای شامل شدن به روسیه به تأخیر انداخته است. چندی از فعالان بدخشان گفتند که انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی یا ایترب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش و پرورش دینی پیروان اسماعیلی رسالت نهاد مربوط به بنیاد آقاخان شمرده می شود. ولی نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان میگویند تفتیش فعالیت آن ادامه دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است. میرزانبی چی چیزی تازه در این رابطه به دست آورده؟ سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. با چندی از اعضای این نهاد و هم مسئولان هم صحبت شدیم و یک چیز روشن شد که اگر از روی نام‌های رسمی یا اصطلاحات رویم بسیاری‌ها بر اینند که ایترب یا انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی در تاجیکستان ثبت نام نشده است، اما مؤسسه هست که همین نقش را اجرا می‌کند و آن زیر بررسی مقامات قرار دارد. نتیجه این بررسی هنوز معلوم نشدند. این را یکی از رهبران نهاد مذکور به ما گفت.
از طرف دیگر 3 ساکن خاروق که یکی از آنها استاد همین جمعیت می باشد گفت که البته بدون آوردن نامشان گفت که برخی آن را اطراب مینامند بدون ذکر نام. میگن که با شروع عملیات ها و ناآرامی ها در خاروق تعلیم و درس ها در جماعت خانه ها صورت نمیگیرند. آنها میگن مقامات انتظامی استادان را به بازپرسی دعوت نموده سوال و جواب میکنند. این در حالی است که مقامات رسمی میگن فعالیت های آموزشی و تعلیمی قطع نشده. یک مسئول کمیته رشد جماعتخانه های بدخشان بدون ذکر نامش روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت یک گروه کاری از کمیته دین در میانه های ماه آگوست فعالیت جماعتخانه ها را تفتیش کرده است ولی تا امروز خلاصه خود را پیشنهاد نکرده است و همصحبت ما فشار مقامات قدرتی به این مرکزها را تصدیق و یا رد نکردند. اما برخی از استادان این تعلیمگاه ها میگن اگر فشار مقامات و دخالت آنها نمی بود تدریس خود را ادامه میدادند. میرزا نبی یعنی می شود گفت که یک حالت نامعینی و ناروشنی در میان است؟ یک چیز واقعا روشن است که مقامات از احتمال استفاده شدن تعلیم و تدریس دینی با مقصد ناامن کردن وضع هراس دارند. بنان همه فعالیت های جمعیتی یا جماعت های بیرون از زیر نظارت مقامات دولتی زیر شبهه می باشند و در این زمینه کار نهادهای گوناگون جامعه شهروندی حتما زیر فشار و ضربین مقامات است. برای نمونه چند پیش در میانه های ماه آگوست شرافت محمد انبارова رهبر پیشین کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که کمیته امنیت ملی او را 2 روز به پرسش دعوت نموده درباره فعالیت بنیاد آخان سوال کردند و ضمناً 3 سال قبل کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان با تکیه به اطلاع مقامات قدرتی در یک نامه به مقامات حکومت بدخشان نوشت که در مکتب‌های انجمن طریقه اسماعیلیه و تعلیمات دینی یعنی همان اطراب با بهانه درس انگلیسی تعلیمات طریقه مذهب امام شیعی اسماعیلی را ترغیب می‌کنند. پس از نارامی‌های بهار امسال مناسبت با این نهاد شدیدتر شده است. این در حالی است که کمیته رشد جماعتخانه‌ها که اطراب در تابعیت آن است در سال 2012 در شهر دوشنبه و سال 2014 در خاروق تأسیس یافته در نزد کمیته دین از قید دولتی گذشته است. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره وضع انجمن طریقه اسماعیلیه در تاجیکستان صحبت کرد. و حالا به یک آگهی مهم توجه کنید. گرامی ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. در حالی که در دوشنبه ساختمان بیناهای نو جریان دارد، هر روز شماره بیناهای کهنه و یا قدیمی و تاریخی کمتر می شوند. ساکنان و تاریخ‌نگاران بارها از مقامات خواستند آنها را حفظ کنند ولی معماران تاجیک دلیل خود را دارند. همکاران ما امیر ایسایف و اسکندر فیروز گزارشی را در این باره آماده کردند که با هم می‌بینیم. شهرسازان دوشنبه میگویند که طرح اصلی گیم پلان دوشنبه هنوز سال 1983 آماده شده بود و به این دلیل بیشتری از بناهای اهمیت تاریخی داشته به فهرست یادگاری‌ها شامل نشده‌اند و همکنون تخریب می‌شوند. البته این روندی است که باید میشد. بکردن خودی تاجیکستان 93% از کوه‌های عبارت است و سطح زمینی همواری که برای زندگی و برای کشت و کار ضرورت دارد همگی 7% را تشکیل می‌دهد. در جامعه تاجیکستان سر و صداهای درباره تخریب بناهای دوشنبه پنهان شدند. در 2 سال اخیر تخریب بناهای دوشنبه به موضوع داغ تبدیل شده است. نقش آینده بینی نقشه گنرالی شهر دوشنبه به طرف جنوب قسمت راست و چپ دره دوشنبه حرکت داده تا دره کافرنیان پیش بینی شده است و در این زمینه از طرف پژوهشگاه گیپراگور شهر مسکو سال 2017 ماه اپریل تصدیق خود را از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان الکی یافت. کارشناسان میگویند که تاجیکستان در منطقه زلزله‌خیز واقع است، اما برخی از شرکت‌های ساختمانی به دلیل کمبود مبلغ معیارهای ساختمانی
در بنیاد بناهای بسیار طبقه در منطقه‌های زلزله‌خیز را صرف نظر می‌کنند. نقض می‌شد که خصوصا خیلی که وای همچون یادگاری تاریخی داخل کرده بودن بسیار بناها را بهتر می‌شد که همونا نگاه داشته می‌شدن و همین بالانس ساختمانی نوی که از شسته ایستاده است اگر بهتر می‌شد که در یک قسم شهر می‌شد اگر بهتر می‌شد. نه افسوس که از اول همین کار و من خیلی چی میگم همین کمبودی به راه داده شدگی و اول همین بسیار همون ساختمانچه همش حرکت می‌کنه چیکار کنم در مرکز بنا پوشم همین در حقیقت از اول پیش روش گرفتن در کار بود. مقامات تاجیک را ضرور است که معیار یگانه ساختمان را نظارت کند. حالا سیر خواهیم کرد به گرجستان. در زمان شوروی چای گرجی در تاجیکستان معروف بود. حالا چای پروران گرجی تلاش دارند شهرت پیشینه این نوع چای را برگردانند. همکارم طاهر سفر گزارش تهیه کرده است. پوتولا دوندولادزه ساعت‌های دراز زیر آفتاب سوزان گرجستان غربی به چیدن برگ چای مشغول است. او و چند همکار دیگرش بانوان سالخورده برای احیای صنعت چای کشور سهم می‌گذارند. زمان شوروی گرجستان 95% چای این کشور پهنا را تامین می‌کرد و به 5 گونه استحصال کننده های چای جهان داخل می‌شد. ولی بعد پاش خوردن شوروی چای پروری هم خاتمه یافت. حالا تدریجاً وضع تغییر می‌یابد. برای چایچین سرعت کار خیلی مهم است تا که برگ بیشتر را با صفت خوب چیده تواند. البته این کار اگر دستی انجام شود بهتر است چون که شما می توانید برگ های خوب را جمع آوری کنید. در این صورت کارش بیشتر می شود ولی صفت مهمتر است و پول خوب هم به دست می آورید. پوتولا دوندولادزه چای پروری با تجربه است چون 40 سال زندگیش را به این کار بخشیده است. در یک روز تا 20 کیلو برگ چای میچیند. این کشتزاری چای در غرب گرجستان است. اقلیمش نمناک و برای برگ چای بدون مواد کیمیایی خیلی مساعد است. من تا حال 8 کیلوگرم چیدم. این بد نیست. هنوز اوج موسم چایچینی نرسیده است. در اوجش من تا نصف روزی 12-13 کیلوگرم میچینم. تیکا زاگنیدزه یک چای پرور دیگر میگوید به این کار جوانها کمتر و بیشتر پیرانسالان میروند. با گفته او جوانها دهات را ترک میکنند و یا از راههای دیگر درآمد خود را تامین میکنند. ما اینجا آماده تلاش میکنیم حد اکثر برگ زیاد جمع آوری کنیم. این کار هم از ناعلاجی است. چای پرورها در بین کار 1 ساعت تنفس دارند. هر چیزی که از خانه آوردند سری 1 پیاله قهوه با هم میبینند و از پی کار میشوند. آغاز صنعت چای گرجستان به میانه‌های سالهای 1800 برمیگردد. آن زمان چای را به طور تجربوی کشت کردند و آغاز سالهای 1900 این کشور در میان استحصال کنندگان بهترین چای در جهان یاد میشد. آن زمان هم برگ‌های جوان و نازک دستچین چای طعم نوشاکی با صفت مردمی را تامین میکرد. در یک وقت از 3 برگ بیشتر کندن اجازه نیست. برگ کلان چای خوب نمیدهد. تا آخر سال 1920 گرجستان به تامین کننده 95% چای تمام اتحادیه شوروی تبدیل یافت، ولی مقامات شوروی با نقشه‌های عظیمشان نهایت صفت چای را خراب کردند. چای خوب را با برگ‌های کلان و شاخه‌ها آمیخته کرده مزه را ویران کردند. بعد پاشخوری شوروی صنعت چای هم در گرجستان به گوشه فراموشی رفت. میدان‌های کشت خالی ماند و در نهایت مقامات در دوره استقلال از پی احیای آن شدند. حالا برای کشاورزان امتیازها می‌دهند و این کشور سال نه کمتر از 3000 تن چای استحصال می‌کند. و یک خبر از فیض‌آباد. مقامات فیض‌آباد بیبی کلان نظیرا و ساکن 51 ساله این ناحیه را به اتهام به خودکشی رسانیدن عروس خانواده بازداشت کردند. جسد منوره عبدالفتاح کلین این زن سال گذشته در منزل زیستش با 26 ضرب کارد یافت شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است ولی پیوندانش باور ندارند. عبدالفتاح میساقف پدر منوره گفت خوشدامن دخترش را روز شنبه دستگیر و 5 سپتامبر برای 2 ماه به حبس گرفتند. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.